الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سنة الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه حديث زيد بن خالد میبیارد، میگوید که وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أن لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. این حدیث نام حدیث مشهور، حدیث معروف. این حدیث از یک چند طرق، یعنی از یک چند طریق روایت شدگی. معنای حدیث کسی که صائم آدم روزه داره، کسی که آدم روزه داره افطار کناند، همین افطار کناننده اجر همین صائمای میگیرد. یعنی یک تا صائم باشد، دو باشد، سه باشد، 10 باشد، 100 باشد، 1000 باشد، همین اجرش کامل میگیرد. یعنی همین روزه داشتگی که اومده افطار همین آدم خورد، اجرش چی میشد؟ یعنی افطار دهنده و همین قدر اجر میشه. یعنی این نه که یعنی اجر روزه داشتگی الله سبحانه و تعالی افطار کردگی و میتیار. فهمدید؟ افطار کردگی و میتیار نه، معناش این خیلی نه. فهمدید؟ برای که الله سبحانه و تعالی محتاج این نه. الله تعالی جای رحمتش کنار نداره. یعنی روزه دار اجر کامل خودش میموند، لیکن الله تعالی از خودش دیگه اجر زایدش که به میتیاد، یعنی افطار کننده میتیاد. فهمیدید؟ نه فهمید؟ انا کو جان مسئله میبیاد که افطار همین چه تفطیر، یعنی فطر یفطر تفطیرون. تفطیر یعنی افطار بچی حاصل میشه. ذهب بعض اهل العلم الى ان التفطير يحصل بماذا؟ بأدنى شيء يفطر به الصائم من تمرة كان او نحوها. فهمت؟ وذهب الآخرون الى ان التفطير لا يحصل الا بالشبع، يعني تفطر الصائم حتى ماذا؟ حتى يشبع. فهمتید؟ یعنی دو قول. یکم قول گفتن که افطار بچی حاصل میشد، تفطیر بچی حاصل میشد. تفطیر بچی با ادنا چه، یعنی چیزی که روزدار روزش شده میشد به همین کته چه روزه افطار حاصل میشد. یعنی یک خرما باشد که یک خرمایی که خورد میشد افطار میشد و یا نمیشد؟ افطار میشد. فهمتید؟ ایدان چی شده؟ نه افطار حاصل شد. و بعد دیگه گفتن که نه افطار نمیشد حتی بچه، حتی که صائم باید که چی شود؟ یعنی سیر شود. فهمتید؟ لیکن قول راجح بچه میشد، یعنی قول اول بعد نشه، یعنی یک خرما باشد که چی میشد؟ یعنی افطار حاصل شد. همین به ابن عمر رضی الله تعالی عنه هر باری که روزه می داشت نزد نافع مولاش اومده میگفت که فطرنا بتمرة لیکون لک اجرنا، لیکون لک کاجرنا. هم به ابن عمر هر باری که روزه می داشت نزد مولاش نافع اومده میگفت که کریم و یک خرماته تو که ما میگرسته که اجر همه تو هم حاصل شوی. یعنی دیدید جمع شوی، یعنی حاصل شوی. همین به همجرده یعنی زیاره خطا میکند. یک برادر خونش به افطار به تکلیف میکند، افطار به بیتون گفته میبیاد مردم خیر آده خونیم به میداریم بوم میبرایم مچت میریم میگوده راست مچت میرن، یعنی مسجدن رفته افطار میکنن. اما برادر خیر محروم کرد. برای همین تا که همین اجر افطار گرفت اول خونه وای برفته از همین چی وای با خرما به چیزی که من افطار کنید که تا که یعنی چی اجر به یکم چیز به افطار حاصل میشد که اصلا. فهمیدید یا نفهمیدید؟ الان این چیز یعنی اینجا ما میبینیم که چی وای یعنی اهمیت التعاون
فی البر و التقوا. هم به حدیث صحیح هنده، حدیث صحیح بخاری ده اومده ای که علیه الصلاة والسلام میگوید که من جهز غازیا من جهز غازیا فهو فی سبیل الله. نعم دید یعنی همین خیلی که حتی خود همه چیز همین به ابن بطال رحمه الله میگوید که یعنی همین به میبیادد که یعنی کدوم عمل خیر به یاردم تیه همین خیل اجر میگیری، یعنی همین خیل چی؟ همین اجر میگیری. همین به قول نبی صلی الله علیه و سلم الدال علی الخیر کفاعله، یک خیر به دلالت کننده مثل فاعلش، یعنی ها همین چیز. نه